ما در روستای آفرین هستیم. بسیار بسیار بلالای خوشمزه و بلند، بلال مکزیکی، معروف به بلال مکزیکی، واقعا درجه یک. حالا نمیدونم چجوری بهتون نشون بدم. ببین بلال. حالا بریم تو راه شمال، تونه 400,000 تومان بخرید. به نام یاد خدا امروز اومدیم روستای آفرین که معروف به کشاورزی و بلالکاری و خیار درختی و گوجه فرنگی و بادنجون. اومدیم با بچه ها بلال ببریم. اینم که محسنه، اینم امیر حسینه، اینم که باج خانم خودمه. به اینم که اول اسمش فه. شما حدس بزنید اسمش چیه؟ با توجه به اینه که اول اسمش فه، چون ما همیشه با فرشته ها سر و کار داریم، سریع فکرتون خطور میکنه. درسته، حدستون درسته، فرشته. بعد اومدیم بلال دوزی. خب بریم. اینم بلال. آفرین بلال. آفرین بر این بلال. بلال حبشی. بچه چه بلالی. الان یه آتیش میچسبه، آتیش بکنی، بعد همینجا بلال رو کباب بکنی و بزنی به بدن. اینم به آفرین. اینم بلالاش. بلالاش رسیدم. بچه اینجا قرمز تپه، روستای قرمز تپه خدمت هست کنم. بعدش میشه ابراهیم آباد، بعدش میشه عبدالآباد، بعدش میشه روستای آفرین. بعد امروز تصمیم گرفتم که بیام اینجا مکان بلاله، ببینیم رسیده یا نه. شیره، این بلال هنوز شیره است. و بعدش میشه روستای عبدالآباد، یا اینجا عبدالآباده، اون بعدیش ابراهیم آباده. به نظرم اینجا ابراهیم آباده، بعدش میشه عبدالآباد. آفرین، اینجا همون آفرینه. دوستان عزیز، به روستای آفرین خوش آمدید. اینجا روستای آفرین هست. بسیار بسیار هوای پاک، هوای دنج، با مردم بسیار خوب و با کشاورزی های متنوع، زمین های تخت. نگاه کن